سلام. چند روز پیش شرکت ویوو یه مراسم 1.5 ساعته‌ای داشت. حالا بریم ببینیم خلاصه این مراسم چی بوده. چند روز پیش شرکت ویوو یه مراسمی داشت و راجع به دستاورداش علل خصوص ISP جدیدش به نام V3 توضیح داد. ظاهراً پیشرفت‌های زیادی کرده نسبت به نسل قبل. اول از همه 6 نانومتریه، مصرفش 30% از نسل پیش کمتره، الگوریتم بهتری هم داره. بعدش هم ظاهراً قابلیت فیلمبرداری پورتره با کیفیت 4K داره. تازه در حد بوکه سینمایی. به یه ویژگی خیلی خفن دیگه هم داره. میشه بعد از اینکه فیلمو گرفتی نقطه فوکوس رو تغییر بدی. این ویژگی رو قبلا توی عکسای پورتره دیده بودیم ولی فیلم من که ندیده بودم. بعدش راجع به سری X100 ویوو یه سرنخ داد. اینکه قراره سنسور دوربین اصلیش از سنسورهای جدید لیتیای سونی باشه که دوال پیکسله. این تکنولوژی جدیده و قبلا اینجور سنسوری فقط توی گوشی خود سونی استفاده شده. طبق ادعای سونی این سنسورها 2 برابر سنسورهای معمولی میتونن نور رو جذب کنن با نویز کمتر. بعدش هم گفتن همکاریشون با شرکت زایس هنوزم ادامه داره و دوربین اصلی این سری از گوشی‌ها از پوشش مولتی ALD زایس استفاده میکنه. البته نمیدونم که فقط X100 پرو پلاس این خاصیت رو داره یا این ویژگی مربوط به کل سری X100. ناگفته نمونه که نسل قبل این پوشش هم خیلی خفن بوده دیگه، چه برسه به این. یه حرکت دیگه‌ای هم که دوتا شرکت بکنن که هم زدن راجع به دوربین تلفوتوه که اسمشو گذاشتن وریو آپو سونار که به گفته خودشون روی کیفیت و فوکوس عکسای تلفوتو تاثیر خوبی داره و عکسای ماکرو خوبی هم میشه با دوربین تلفوتو گرفت. همچنین از نظر نرم افزاری هم مثل قبل با زایس همکاری داشتن و اسمشو گذاشتن زایس لوک که برای عکس‌ها تو حوزه دقت رنگ و شارپنس و جدا کردن سوژه از پس زمینه برای عکسای پورتره البته تاثیرش مشخصه. راجع به هوش مصنوعی چیپ V3 هم یه چیزایی گفتن که خب فانه. مثلا یه مدل سه‌بعدی از بدنتون میشه بسازید که حرکت‌های مختلف میزنه. یه ویژگی دیگه این که با هوش مصنوعی میتونه پس زمینه عکسی که می‌خوایم رو عوض کنه. البته بعید میدونم خیلی طبیعی باشه. یه ویژگی دیگه هم گفتن که اینم به نظرم جالب بود خیلی. اینکه یک عکس از صورت رو میتونی با هوش مصنوعی تغییر بدی. حالا چه جور تغییری؟ میشه مدل مو، سن، حالت چهره و چند تا مورد دیگه رو عوض کنه. و در آخر XR فوتوی 2 معرفی شد که خب مشخص از اسمش تخصصش توی داینامیک رنج و خیلی خفنه. کلا داینامیک رنج تو پرچم داره ویوو معروفه.